چرا نباید از پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایران سوار قطار بشن راحت بیان برن مکه، مدینه، نجف، کربلا، استانبول، کشورهای مسلمان؟ چرا نتونن با همدیگه یه چنین ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشن؟ اون وقت اروپایی داشته باشن، ما نداشت. ما بگیم ما مسلمونیم ولی با همدیگه دعوا داریم، با همدیگه رابطه هم نداریم، ولی تو زبان میگیم برادریم. بیایید در عمل با هم برادر بشیم. ما اگر با هم چنگ به ریسمان خدا بزنیم، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین بزنه، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو ضایع بکنه. انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. اگر ایمان بیاریم ما برتریم، اگر باور کنیم ما برتریم. الله اکبر، ربی اعلا، یعنی خدای ما بالاتره، یعنی راه ما بالاتره، یعنی عزت مال مسلمون هاست. این باید در عمل خودشو نشون بده و امیدوارم این جمع شما بتونید با همدیگه برای جوامع اسلامی یک نسخه، یه دستورالعمل، یه پیام رو ببرید، نه اینکه تفرقه و اختلاف و مسائل مختلف رو در جامعه ها پخش بکنیم و با همدیگه دعوا کنیم. جنگ با هم دیگر لبه آتشه. کنتم